درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین. خوشحالم که بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم و امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه. امروز میخوایم درباره پرونده‌ای صحبت بکنیم که این روزها بازار شایع و قضاوت رو داغ کرده. پرونده‌ای که نام یک چهره محبوب رو وسط میذاره و جامعه رو دو قطبی میکنه. نامی که همتون شنیدید و تصویرش رو هم این بالا گوشه تصویر میبینید. پژمان جمشیدی که حسابی این روزها ماجرای بازداشتش و آزادیش و خروج از کشورش و رسیدنش به کانادا داغ شده. اما من میخوام یک افشاگری و یک تحلیل آنالیز کاملا متفاوتی به شما بگم که پیش از این ما توی هیچ کدوم از این رسانه ها نداشتیم و از زوایای مختلفی میخوام این پرونده رو با رصد اخباری که توی رسانه‌های مختلف منتشر شده و برای شما پوشش بدم. پژمان جمشیدی که به محض اینکه رسید کانادا هم یک فایل صوتی منتشر کرد که شاید خیلی از شما شنیدید و دفاع کرد از خودش و از آبروی 25 ساله خودش. اون فایل صوتی رو هم اگر نشنید در طول این ویدیو برای شما پخش خواهم کرد و یک تحلیل و آنالیز کاملا متفاوت خواهد بود این موضوع. بذارید بررسی بکنیم، یه ورقی بزنیم ماجرا رو. چند هفته پیش رسانه‌های داخل ایران گزارش دادن که یک بازیگر مشهور به اتهام تجاوز بازداشت شد. نام این شخص خیلی سریع تو شبکه‌های اجتماعی پخش شد. تصاویرش هم تو کسری از ثانیه به تیتر هزاران پست و توییت تبدیل شد. خیلی از خبرگزاری‌های خارج از ایران و رسانه‌های بین‌المللی هم خبر رو پوشش دادن. اونا گزارش دادن که پرونده‌ای با شاکی خصوصی مطرح شده و جلسه‌های تحقیقاتی آغاز شده. بعد از مدتی خبر تبدیل به قرار وثیقه اومده و تبدیل به بازداشت شده. اول قرار وثیقه بوده، بعد شده بازداشت. فضای رسانه‌ای ملتهب‌تر شد. گزارش‌هایی اومد بعد اینکه پژمان جمشیدی از ایران خارج شده رفته ترکیه و خبری که واکنش‌های شدیدی داشت، گفتن فرار کرده و چیزهای مختلف. اما نکته کلیدی این بود که این چیزها در رسانه‌هایی گفته شده که حالا هم خیلی وایرال شده بود، هم رسانه‌های به نوعی رسمی نبودن. یعنی خیلی اول خبرگزاری داخل ایران این قضیه رو منتشر نکردن و وقتی که من داشتم تحلیل آنالیز می‌کردم قشنگ مشخصه که ماجرای بازداشت پژمان جمشیدی که اونو هم در طول این ویدیو ما بررسی خواهیم کرد بیشتر رنگ و بوی سیاسی داره تا رنگ و بوی یک اصطلاحاً خواست اجتماعی و گزارش‌هایی که ثبت شده بوده نشون میداده که این پرونده مال 6-7 ماه پیش بوده و اصلا تا الان این قضیه ها مطرح نشده بوده و جلسات غیر علنی برگزار شده بوده. گفته شده بوده قرار وثیقه بوده، بعد شده بازداشت و این تبدیل قرار معمولا بر اساس شواهد اولیه یا نگرانی درباره فرار یا خلای روند تحقیقی انجام میشه. اما بعد از اون هم اومدن اعلام کردن که پژمان جمشیدی از ایران خارج شده که بلافاصله خواهر پژمان جمشیدی، برادرش و خانواده پژمان جمشیدی اومدن نسبت به این قضیه واکنششون دادن. گفت میدونید که پژمان جمشیدی یه خواهر داره، یه برادر و پدرش، مادرش هم چندین سال پیش فوت کرده. کل خانواده پژمان جمشیدی کانادا زندگی میکنن و اونجوری هم که گفتم با توجه به فشارهایی که به پژمان جمشیدی اومده بوده خانواده تصمیم گرفتن که پژمان رو با فشار ببرن طبق حالا صحبتایی که خواهرش کرده و استوری گذاشته. گفت آقا ما با فشاری که آوردیم به پژمان جمشیدی گفتم ما فعلا از ایران خارج شد، یکم از اون جو و فضا خارج بشی، بیا پیش خانواده سر بزنی. و پژمان جمشیدی هم گفته که حالا تا چند روز آینده برمیگرده. اما لحاظ فنی چند سوال مهم وجود داره که باید پرسیده بشه که آیا ممنوع الخروجی صادر شده بوده؟ اگر آره چرا اجرا نشده؟ آیا شواهد پزشکی حقوقی وجود داشته که این بخش معمولا نقش تعیین کننده ای داره؟ آیا مسیر قضایی پرونده مطابق با رویه‌های قانونی طی شده یا رانت و لابی اتفاق افتاده؟ بررسی های پرونده نشون میده که شواهد و قرائمی که وجود داشته کامل نبوده. به خاطر همین قاضی تصمیم گرفته، قاضی شعبه 1 دادگستری تهران که علی القاسی مهر به عنوان رئیس دادگستری تهران همین پرونده رو به اونجا منتقل کرده بوده و گفته بوده که گویا نفوذی در پرونده پژمان جمشیدی اتفاق افتاده بوده
توجه کنید. یعنی رئیس دادگستری تهران میگه که اول قاضی که دستور بازداشت پژمان جمشیدی رو داده بوده یک نفوذی تو پرونده شده، حالا از سمت شمخانی بوده یا از سمت کسای دیگه معلوم نیست، و گفته بودن این نفوذ باعث شده بوده که طول مدت بازداشت پژمان جمشیدی بیش از حد معمول باشه و بازداشت پژمان جمشیدی اصلا قبل از رسانه‌ای شدنش بوده. یعنی پژمان جمشیدی که خبرش اومده بود سه شنبه یا اشتباه نکنم سه شنبه شب خبر بازداشتش اومده بود بیرون، شنبه بازداشت شده بوده، 4 روز 3 روز قبلتر، و گویا چی بهتر از این که بخوانین قضیه رو اصطلاحاً رنگ و بوی انتقام های سیاسی هم بهش بدن. به هر حال پژمان جمشیدی بازیگر پرکار سینما و تلویزیون ایران بوده و سلبریتی هم بعدشون نمیاد یک رقیب خارج بشه که حتی خواهر پژمان جمشیدی و خود پژمان جمشیدی هم نسبت به این قضیه واکنش نشون داده بود. بهتره بریم اول این فایل صوتی رو بشنویم، خودش حاوی کدهای مهمیه. بشنویم فایل صوتی رو که این فایل صوتی رو پژمان جمشیدی درست زمانی که رسیده بوده کانادا همین چند ساعت پیش منتشر کرده بوده. انقدر در مورد خودم شایعه و دیگه واقعا سر شدم، دیگه جونی برای نه خوندن نه شنیدن دارم. فقط یک چیز از خدا میخوام که واقعیت مشخص بشه و دست تک تک این آدمایی که الان به این راحتی منو قضاوت میکنن رو بشه، یعنی مشخص بشه اینا به هیچ چیزی معتقد نیستن، اینا به راحتی میتونن با شرف، آبرو و تمام چیزی که یک انسان در طول این 25 سال شهرت جمع کرده بازی کنن، چون براشون اهمیتی نداره. خیلی از اینها دایره دموکراسی و نجات ایران رو دارن و اینش برای من خیلی جالبه و خدا رو شکر این اتفاق افتاد و من دست تک تک اینا برای حداقل من رو شد، هم همکارای خودم و هم هر کسی که راجبم قضاوت بد میکنه رو به خدا واگذار میکنم و هیچ دفاعی از خودم ندارم، چون میدونم که بالاخره حق به حقدار میرسه. هم به انسانیت خودم هم به حضور خداوند ایمان دارم و تردید ندارم که مثل همیشه حق به حقدار میرسه. بدترین گناه دنیا رو هم بکنم دوست دارم در سیستم قضایی کشور خودم و در پیشگاه مردم خودم قضاوت بشم. مثلا کشوری غیر از ایران نمیشناسم در دنیا، من هر جا باشم برمیگردم، چه برسه به الان که خیلی کار دارم، من باید خیلی حق خودم رو بگیرم. من مگه کاری کردم که ترسیده باشم درم؟ کاری هم کرده باشم نمیرم؟ وای بالا الان که هیچ کاری هیچ گناهی انجام ندادم، خدا اون بالا سر شاهده. خدا نگذر از اونایی که اینو غیر از این برای مردم رو میکنن. من بدون تردید برمیگردم کشورم، کجا برم؟ بعد از اینکه خانواده‌مو دیدم برمیگردم و تازه شروع میکنیم به گرفتن حقمون. خیلی خوب، این صحبت‌های پژمان جمشیدی بود، فایل صوتی که منتشر شد از پژمان جمشیدی. وکیل پروندهش هم اومد و صحبت کرد و گفتش که پژمان جمشیدی پیش از این هم بارها سابقه خروج از کشور رو داشته، حتی بعضی از پروژه‌های سینمایی به ترکیه رفته بوده و اصلا مشکل ممنوع خروجی نداشته و قاضی هم براش پرونده ممنوع خروجی با توجه به اسناد و شواهد و قرائن منتشر نکرده بوده. اما یه سری صحبت‌ها هم تو حرفای پژمان جمشیدی خیلی طلایی بود. این که گفت همکاران من، یعنی انتظار داشته که همکارانش بیان پشتش و نیومدن پشتش، رسانه ها انتظار داشته بیان پشتش و نیومدن پشتش. شاید این افراد ترس داشتن از این که بخوان تو این قضیه سیاه بشن یا داغ بشن اصطلاح خودمون و نیومدن تو این ماجرا. اما در همون ساعت اولیه یه اتفاق مهم دیگه هم افتاده بود که کمتر کسی بهش اشاره کرده بود که ما در رسانه پشت پرده به عنوان اولین رسانه این قضیه رو اومدیم و راجبش صحبت کردیم. 3 روز قبل از انتشار خبر بازداشت پژمان جمشیدی، فیلم عروسی دختر شمخانی دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی ایران تو فضای مجازی منتشر شد. فیلمی پر زرق و برق با مهمان‌های خاص و واکنش تند مردم که میگفتن سطح زندگی مسئولین کجا و سطح مردم کجا. مثلا میومدن عروسی میگرفتن برای یه سری بسیجی‌ها و افراد مختلف با چادر چاخچون و چیزهای مختلف، میگفتن که ما ازدواج آسان رو داریم، بعد بچهای خودشون نمیدونم آنچنان لباسهای مبتذلی داشتن توی عروسی خودشون که فضا جوشیده بود، انتقادها بالا گرفته بود و ناگهان درست وسط اون اوج تیتر پژمان جمشیدی بازداشت شد اومد بالا. همزمانی این دو اتفاق به نظر اتفاقی نمیاد. در عملیات روانی رسانه‌ای ما به اینا میگیم
پوشش خبری انحرافی یا شاید هم کاور. یعنی وقتی جامعه در حال تمرکز روی یک رسوایی سیاسی، یک موضوع پرحاشیه دیگه مطرح میشه تا نگاه ها رو منحرف کنه. من وقتی زمانبندی و حجم انتشار پست‌ها رو بررسی میکنم به یک الگوی عجیبی رسیدم دیگه. موج اول انتشار خبر پژمان جمشیدی دقیقاً از ساعت 11 شب همون روز شروع شد با اکانت‌های که بیشترشون توی روزهای گذشته ساخته شده بودن یا قبلاً در پست‌های سیاسی فعال بودن. یعنی طرف تا دیروز پست‌های سیاسی منتشر میکرد، به ناگاه خبر پژمان جمشیدی رو مطرح کرد. یعنی شما برید حتی همین الان فضای ایکس یا همون توییتر رو بررسی بکنید، اصلا اونجا فضا توی لیگ دیگه از همه سیاسی ان توی ایکس، اما میبینیم که خبر پژمان جمشیدی داره وایرال میشه. یعنی یک هماهنگی دقیقی وجود داشته، نه فقط یک شایعه بلکه یک سناریو برای بمباران اطلاعاتی. در این موضوع تو سواد رسانه یا توی ادبیات رسانه‌ای بهش میگن information overload attack یا حمله با حجم داده برای خفه کردن خبر اصلی. میگه با کلاس گفتم information overload attack، برید حالا سرچ بکنید میاد. نتیجه چی میشه؟ مردم فراموش کردن عروسی دختر شمرخانی رو، رفتن سراغ بحث تجاوز پژمان جمشیدی و دو روایت عوض شد. یکی از خشم قدرت سیاسی به خشم از یک چهره هنری تغییر کرد. یعنی از خشمی که نسبت به اون شخص سیاسی داشتم اومدن رفتم به سمت یک چهره سیاسی. اما خب نمیشد حقایقا پنهان کرد، باید رسانه ها پوشش میدادن، باید خبر رو میگفتن، نمیشد بگن که نه ما مثلا ولی وقتی که خبر از یه حدی بیشتر میشه، یعنی اوور میکنه، اوورلود میکنه، متوجه میشید که یک سناریویی توی این قضیه بوده. من خودم کسی بودم که این خبر رو پوشش دادم از زوایای مختلف، ولی از یه حدی که میزنه بالا اوورلود میکنه. ببین علاوه فنی و مستند، حالا بعد به این که تا امروز هیچ حکم قطعی علیه پژمان جمشیدی صادر نشده. پزشکی قانونی گفته که مدرکی از وقوع تجاوز وجود نداره و پرونده هنوز تو مرحله بررسیه. خانواده شاکی تو این لحظه که حالا من دارم با شما صحبت میکنم یه چند تا مصاحبه انجام داده بودن، گفته بودن که آره نمیدونم پژمان جمشیدی این اتفاق رو رقم زده، ما اصلا با پژمان جمشیدی مادرش گفته که دخترم اصلا 10 ماه باهاش تو رابطه بوده و دمتون گرم اینها، خلاصه 10 ماه زده توش، چه بخشید کارا رو کرده. ولی خب منابع قضایی گفتن که در حال بررسی ادعای این دختر. ولی خب نکته مهمی که تو این قضیه وجود داره این هستش که بعد از اون بحث اخاذی این دختر هم توی فضای مجازی وایرال شده بوده و عددهای عجیب و غریب 50 میلیارد یا عددهایی مثل 250,000 دلار هم به میون اومده بوده. گفته بوده من این پولو میخوام برای اینکه شکایت نکنم. با این حال شبکه‌های اجتماعی از روز اول بدون مدرک، حالا یا بعضی‌هاشون هم با استناد به صحبت‌های سری افراد شروع کردن نسبت به این قضیه واکنششون دادن و نسبت به این قضیه اومدن و حرف زدن. ولی خب اگر جرم سنگینی مثل تجاوز واقعا رخ داده باشه، سیستم قضایی شخص ممنوع الخروج میکرد. شواهد نشون میده که خروجش کاملا قانونی بوده. پس اینجا یک موضوعی وجود داره که فعلا سندی وجود نداشته، فقط ادعا وجود داشته. اما یه جنگ روایت ها این وسط وجود داره دیگه. جنگ اول میگن که این یک پرونده جدی، پژمان باید مجازات بشه، هیچ سلبریتی نباید مسئولیت داشته باشه. جریان دوم میگه که این یک پروژه است، یک تسویه حساب سیاسی با چاشنی رسانه است، یک بازی با انحراف عمومی بعد از ماجرای شمخانیه. که این دو تا روایت دقیقاً همون چیزیه که طرحهای رسانه‌ای میخونن دو قطبی سازی. مردم به جای سوال از ریشه ماجرا درگیر جنگ لفظی میشن و خیلی هم ما به حال باید قبول کنیم که سطح فرهنگ جامعهمون نابوده. من با خانواده پژمان جمشیدی صحبت میکردم، با خواهر پژمان جمشیدی من داشتم صحبت میکردم، پیامای برای من میفرستاد، میگفت آقا طرف اومده تو دایرکت به من گفته خواهر تو، مادر تو، نمیدونم بچه تو توی کانادا فلان میکنم، میکشم، سرتو میبرم، داداش تجاوز. ببین این سطح از فرهنگ فاجعه است توی جامعه.
آقا اصلا پژمان گناهکار، شما چیکار خواهرش دارید؟ چیکار برادرش دارید؟ فوش خوار مادر کشیدن به طرف، بعد میگن آره ببینید خواهرش چه واکنشی نشون داد. آقا شما دیگه صبری برای اون طرف نمیذارید. فضا رو یه مقداری بعد حرفه‌ای دید، بعد انسانی ببینیم. و اینکه واقعا من همیشه میگم اسم یک انسان فقط یک اسم نیست، یک برند، یک سابقه است، یک تاریخچه است. حالا موضوعی که الان هم وجود داره این هستش که عملا کسی قرار نیست که از عدالت عبور بکنه. پژمان جمشیدی گفته که من برمیگردم ایران، ولی نکته باحالش اینجاست و من بیرون که نگاه میکنم، تحلیل و آنالیز میکنم، من که موضوعم مشخصه. من سعی میکنم که اخبار رو بگم، یعنی هر خبری که به روز میاد رو به شما بگم، فرقی نمیکنه. اگه یه روز پژمان جمشیدی کوک میزنه یا مواد مصرف میکنه میگم، اگر یک روز ببینم بیگناه میگم. طرف میگه آقا تو چرا موضوعت عوض کردی؟ موضوع عوض کردن نیست، گفتن حقیقته. ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که اونایی که یک روز براش کف میزدن الان دارن سنگش میزنن و سکوت همکاراش خیلی عجیب و دردناکه دیگه. چون در صنعت سینما هیچ کس نمیخواد نفر بعدی این بازی رسانه‌ای باشه، به خاطر همین سعی میکنه که نسبت به این قضیه سکوت بکنه. اما از نظر فنی هر پرونده تجاوز 3 بخش اصلی داره: گزارش شاکی، گزارش پزشکی قانونی و حکم قضایی. تو این پرونده فقط بخش اول وجود داشته، یعنی گزارش شاکی که اون دختره بوده. بخش دوم که گزارش پزشکی قانونی بوده رد شده. بخش سوم هم هنوز صادر نشده. اما از همون روز اول جامعه همه رو صادر کرد دیگه. این یعنی ما دوچار یک محاکمه توسط رسانه ها شدیم، نه قانون. ولی وقتی که محاکمه در فضای مجازی اتفاق بیفته، قانون تبدیل میشه به یک قربانی و مجبوره که بعضی وقتا بره به اون سمتی که فضای مجازی یا فضای جامعه داره اتفاق میفته. اما الان ما 2 تا موضوع داریم: یک پرونده مبهم و یک جامعه خسته از قضاوت. من نمیگم که پژمان جمشیدی بیگناهه، من فقط میگم که هنوز هیچ مرجع رسمی نگفته مجرمه، گفتن متهمه. و تا وقتی که قانون حرف نزنه، به نظرم هر توییت، هر استوری، هر خبر بدون سند یک تیر دیگه است به عدالت. و پشت این ماجرا فراتر از یک اتهامه، یک درس بزرگ برای همه ما که چطور میشه با چند پست و چند موج یک آدم رو از اوج محبوبیت به ته قضاوت برسونیم. و شاید این بار اسمش پژمان جمشیدی باشه، ولی فردا میتونه هر کدوم از ماها باشه. و یه دوست داشتم این شعر رو، من میدونم قطعا این ویدیو منو پژمان جمشیدی و طرفداران پژمان جمشیدی میبینن و خواهند شنید، و دوست داشتم که یک شعر از مولانا بخونم. و حالا برای اولین بار، تا حالا سابقه نداشته توی هیچ از ویدیوام شعر بخونم، ولی خب اینو تقدیم میکنم ویژه به خود پژمان جمشیدی، به طرفدارانش و به آدم‌هایی که تو زندگیشون گاهی وقتا اتفاقات عجیب میفته. چون اون غمی که من تو صدای پژمان جمشیدی شنیدم، خیلی دوست داشتم که توی این ویدیو به نوعی یک نگاه متفاوت و عادلانه ای رو و بلکه حمایتگونه ای رو داشته باشم، نه برای اینکه بخوام آدم‌ها رو از این قضیه ناامید کنم که ما پشت رفاقتیم. نه، من همیشه سعی میکنم که سمت عدالت باشم. الان عدالت میگه که باید این صحبت ها رو بکنم و این تحلیل ها رو بکنم. شعر اینه میگه که هله نومید نباشی که تو را یار براند، گرت امروز براند نه که فردات بخواند. در اگر بر تو ببندد مرو صبر کن آنجا، ز پس صبر تو او به سر صدر نشاند. و اگر بر تو ببندد همه ره ها و گذرها، ره پنهان بنماید که کس آن را نداند. و خیلی این معنی شعرش باحال و جالبه که میگن که
اگر همه آدمای رو کره زمین جمع بشن و بخوان یه آدمو از اون بالا بکشن پایین، اگه خدا نخواد نمیشه. اگه همه آدما رو کره زمینم بخوان یه نفر رو ببرن بالا، خدا نخواد اتفاق نمیافته. امیدواریم که اون چیزی که حقیقت و قانون میگه و اصل واقعیته برای پرونده پژمان جمشیدی و پژمان جمشیدی ها اتفاق بیفته. خیلی مخلص.